از درس خوندن خسته شدی، میخوای حرفه خودت رو ادامه بدی ولی کسی جدیت نمیگیره. خانواده دائم دارن بهت میگن که بچسب به درس و مشق تو. از ورزش و فوتبال برای کسی نون و آب در نیومده و برای تو هم در نمیاد. ولی خب من اینجام تا بهت بگم که چطور باید این مشکل رو حل کنی. حالا چرا من؟ چون راستش من خودم هم دانش آموز بودم تا همین پارسال و این مشکلات رو داشتم و تونستم که برطرفشون کنم. پس با خودم گفتم بیام به شما هم کمک کنم تا با هم درستش کنیم. راستی باید بگم که من آریانم، یک فوتبالیست 18 ساله و اگه از روزمرگی های یک فوتبالیست میخوای بیشتر بدونی کانال منو سابسکرایب کن. خب داداشو بریم سراغ بحث اصلیمون. درس رو باید چی کارش کنیم؟ ولش کنیم؟ نه آقا جان داداش این کار انجام ندیه وقت. چرا این کار انجام ندی؟ چون اگه این کار انجام بدی حمایت خانواده رو از دست میدی که جزو مهمترین عاملا برای موفقیت یک ورزشکاره. پس به هیچ عنوان این کار رو انجام نده. پس چی کار کنیم؟ الان بهت میگم. تو تا منو داری قصه نخور. اصلا نگران هیچ چیزی نباش. هم درستو برات هندل میکنیم، هم ورزش و فوتبالتو برات هندل میکنیم. تازه برنامه ریزی هم بهت میدم که قشنگ دیگه هم شاگرد اول بشی هم بهترین بازیکن بتونی بشی. اما قبلش باید بهت بگم که چرا اصلا باید درس بخونیم. دلیل اولش که بهتون گفتم دیگه، مهمترین چیزش میتونه همین حمایت خانواده باشه که ما وقتی خانوادهمون ازمون حمایت کنه با درس خوندن ما هم خیلی انگیزه بیشتری میگیریم برای تلاش کردن. از طرفی دیگه ما که تو این سن استقلال مالی نمیتونیم داشته باشیم، پس خانواده هم بیشتر از لحاظ مالی و عاطفی و از همه لحاظ ما رو ساپورت میکنن. دلیل دوم، رفتن به دانشگاه خیلی میتونه به فوتبال بازی کردن شما کمک کنه و شما باید زورتون رو بزنید تا بتونین از طریق درس خوندن برین دانشگاه. حالا چجوری دانشگاه میخواد به شما کمک کنه؟ رفتن به دانشگاه، اگه از شهر کوچیکی باشین میتونین که از امکانات شهر بزرگ برخوردار بشین با رفتن به دانشگاه، یا حتی اگه بازیکن خوبی باشید میتونید توی تیمای دانشجویی برید و حتی عضو تیم ملی دانشجویان بشید و اونجا بدرخشین و خیلی اسم و رسم داشته باشین. دلیل سومش هم دیگه همه میدونین دیگه، جایگاه اجتماعی که یک فرد باسواد و تحصیل کرده داره 100% خیلی ارزشمندتر و بالاتر از جایگاه اجتماعی یک فرد بی سواد یا کم سواده. نمونه‌اش هم میتونین توی فوتبال خودمون ببینید دیگه که باسوادش هم علی آقای دایی و بی سوادش هم نام نمیبریم دیگه. و دلیل چهارمی هم که میخوام بهت بگم اینه که شما با درس خوندن تخم مرغاتون رو توی یک سبد نمیذارین. یعنی اینکه خدایی نکرده اگه یک وقت قرار باشه توی فوتبال به یک مشکلی بخورین یا به یک جایی نرسید یا یه آسیب دیدگی شدیدی داشته باشید، شما وقتی درستون رو ادامه داده باشید بالاخره میتونید یک جای کار رو بگیرید و دیگه کلا داغون و شکسته نشید. پس از این طرف هم میتونه بهتون کمک کنه. حالا چجوری باید درس بخونیم؟ چی کار کنیم که از درسامون عقب نمونیم و فوتبالمون هم ببریم جلو؟ نگران نباش، اونش با من. اگه منم که همه چیزو براتو آماده کردم، اصلا نگران نباش. این برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتم برای عموم دانش آموزاست که قراره بدم. یعنی یه چیز کلی دیگه، اینجوری نیست که تخصصی بخوام بگم برای دانش آموزای فلان شیفت، برای دانش آموزای تیزهوشان یا فلان. برای عموم دانش آموزاست که من خودم هم جزو همین عموم دانش آموزا بودم. لفتش ندیم و بریم توی کار برنامه ریزی. این برنامه ریزی اینجوریه که شما 6 تا 7 صبح بیدار باشتونه. یعنی یه چیز کلیه دیگه، شما دانش آموزا 6 تا 7 صبح بیدار میشین و میرین طرف مدرسه و ساعت 1 الی 2 ظهر هم از مدرسه برمیگردین به طرف خونه. یه ناهار میزنی تو رگ و یه کمی لش میکنی جلو تلویزیون، بالاخره یه استراحتی میکنی تا نهایت 3:30. حالا اگه خواستی یه چرتی بزنی تو همین تایم تو باید چرته رو زده باشی. و یه توصیه یک شخصی به من کرد که از لحاظ علمی هم ثابت شده است. گفتش که تو اگه میخوای ظهرا بخوابی یا باید کمتر از 20 دقیقه بخوابی یا بالای 1 ساعت و نیم. چون اگه بین 20 دقیقه تا 1 ساعت و نیم بخوابی، مثلا 1 ساعت بخوابی، یک سردردی میگیری دیگه، بی انرژی میشی، کسل میشی، کلا به هم میریزی دیگه برای ادامه روز. پس بهترین کاره که یه 20 دقیقه چرتی میزنی، اگه خواستی دیگه شارژ میشی و بیدار میشی. ساعت 3:30 شد. 3:30 وقت چیه؟ وقت اینه که بلند شی بری سراغ تکالیفت.
و این خیلی مهمه که اول تکالیفتو بنویسی بعد بری سراغ تمرین. به نظر چرا؟ دلیلش اینه که شما وقتی اول بری سراغ تمرین و تکالیفتو ننویسی، میری سراغ تمرین همش فکرت پیش درساته که مثلا وای فلان معلم فلان چیزو گفت که من ننوشتم، باید الان برم خونه ریاضی‌ها رو حل کنم، نمیدونم 4 صفحه تنبیه شدم باید بنویسم. دیگه تمرکزت توی زمین بازی ازت گرفته میشه. پس حتما تکلیفاتو اول انجام میدی و به محض تموم شدن تکالیفت بلند میشی میری سراغ تمرینت. و یک مسئله خیلی ریز و مهمی هست، اینه که شما وقتی از تمرین میای دیگه فقط باید بیای خونه دیگه، جای دیگه نری. مثلا یعنی با رفیقا نری دور زدن، تفریح و بالاخره یک کافی شاپی شیطونی دیگه هیچی. فقط ما دیگه فوتبالیستیم، بالاخره جوانیم، میدونیم دیگه. مستقیم میای خونه، یک دوش میگیری و میشینی به نگاه کردن فوتبال. یعنی واقعا فوتبال نگاه میکنی یا نه اینکه تلویزیون رو روشن کنی و گوشی تا برداری تو دستت بازی کنی. این فوتبال نگاه کردن خیلی مهمه. فوتبالتو نگاه میکنی و میگیری میخوابی، بعدش هم ما رو یک دعایی میکنیم. راستی اینو یادم رفت بگم، من توی ویدیوی قبلیم توی یکی از ویدیوهای قبلیم بهترین گلای جود بیلینگهام رو بازسازی کردم که الان شما تصویرش رو اینجا میبینید، براتون گذاشتم و حتما بهتون توصیه میکنم یک سر بزنید و اون ویدیو رو ببینید و مطمئنم که 100% خوشتون میاد. و بعد بهتون بگم که به انتهای این ویدیو رسیدیم و ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. خدا نگهدار.